مریم مومن بازیگر سینمای ایران و سهیل قاصدی به جمع متعلیم پیوستند. مراسم ازدواج این دو در آخرین روزهای پاییز برگزار شد و با انتشار ویدیو و متنی در صفحه‌های مجازیشون از جزئیات مراسم رونمایی کردند. Qoşa yaşayasınız, və həm ömrünüzün axırına kimi aşıqda olanasınız. به نام نامی یزدان، به نام نامی یزدان تو را برگزیدم از میان همه خوبان برای زیستن با تو. پذیرا می شوم مهر تو را از جان، پذیرا می شوم مهر تو را از جان. وفادار مهر و نور عطر و یاسمن با تو. Herkes sana uyduz diye özüm sana ay